در دایره برگزاری و آغاز مشق‌های وسیع نظامی روز 19 اپریل سال 2021 ساعت 6 صبح تمام جزء و تام‌های گارنیزون ختلان با بانگ خطر پررأی جنگی برداشته شده بهر اشغال موقع‌های مدافعی وظیفه‌دار کرده شدند. طبق مطلب مشق‌های وسیع نظامی، ساختار و مقامات دولتی و قدرتی این گارنیزون و جزء تام‌های قوه‌های مسلح تاجیکستان و فدراسیون روسیه بعد قبول اشاره جنگی و بانگ خطر باید طریق حرکتی با سرعت مرشی در وقت و ساعت مقرر گردیده موقع‌های خود را اشغال نمایند و موضع‌های مدافعی را تحت نظارت قرار دهند. این نوبت در مرحله‌های اساسی برگزاری و دور نهایی مشق‌های مشترک نقشوی در گارنیزون ختلان، منطقه‌های احتمالیت خطر یا خود میدان‌های شرطی جنگ، مشق‌های حربی سنبوله و حامیان و حرب میدان مقرر گردیده است. در این مشق‌های مشترک وسیع نظامی 9000 نفر خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان و زیاده از 40300 نفر ذخیره‌های سفربری و قوه و واسطه‌های مدافع حدودی جلب گردیده، همزمان بیش از 1700 نفر نظامیان پایگاه 201 فدراسیون روسیه برای هماهنگی و عملاً سنجیدن وظیفه‌های جنگی در این رزمایش‌های نظامی شرکت می‌نمایند. عموما در برابر جلب بیش از 50,000 نفر هیئت شخصی در گارنیزون ختلان، همزمان در میدان‌های شرطی جنگ علیه دشمنان احتمالی یا خود هدف و نشانه ها نزدیک 700 عدد تکنیک‌های زیرپوش جنگی و مخصوص، 250 عدد توپ یا خود واسطه‌های ارتلری، 768 عدد تکنیک‌های اتومبیلی، 20 عدد آویاسیون جنگی و نقلیاتی از جمله چرخبال‌های می-8 می-24، هواپیماهای قیرکننده و بمب انداز و جنگی و تعلیمی L-39، سو-24، سو-25، سلاح و مهمات مختلف حاضر زمان حربی و دیگر لوازمات مخصوص نظامی در این مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی استفاده می‌شوند. در دایره برگزاری مشغولیت‌های آمادگی سفربری و جمع آمدی مدافعی حدودی در 25 شهر و نواحی گارنیزون ختلان سیتا تشکیل گردیده، ذخیره احتیاطی دعوت شوندگان، شهروندانی در قید کمیسریات‌های حربی بوده، تکنیک‌های خواجگی خلق و دیگر لوازماتی که برای برگزاری مجموع این چاره‌بینی نظامی ضرورن استفاده می‌شوند. جریان برگزاری تمام عملیات ساختار و مقامات به مشق‌ها جلب گردیده و آموزش موضوعهای به آن پیش بینی شده از جانب مسئولین ستاد گنرالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان اداره کرده می شود. هدف دایر نمودن مجموعی مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی و جمع آمدی مدافع حدودی در گارنیزون ختلان، این سیقل دادن تجربه هیئت شخصی شرکت کنندگان مشق‌ها در تشکیل عملیات با موفقانه جنگی، هماهنگی ساختارهای نظامی مملکت در صورت به وقوع پیوستن خطرهای احتمالی، سنجش درست دسته‌های عملیاتی تکتیکی، وسعت دادن قوه و واسطه‌های منطقه مدافع حدودی، بلند برداشتن آمادگی روحی و روانی، قابلیت جنگی و جسمانی و سفربری قشون‌ها در سمت دایر کردن عنصرهای مختلف جنگی را در منطقه‌های سرحدی، شرایط دشت و صحرا و کوهستان حدود جمهوری در بر می‌گیرد.